با سومین بخش از برنامه‌های کانال الفیه شلفیه در خدمتتون هستیم. امروز در خصوص یک حکایتی از سعدی با هم صحبت می‌کنیم. همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ادبیات کلاسیک فارسی ژانر همجنس گرایانه است و اکثریت قریب به اتفاق این ماجرا همجنسگرایی بین مردان هست و بسیار بسیار شواهد و قرائن در اشعار شعرا یا سفرنامه نویسان و کسایی که برای گشت و گذار به ایران آمدند میتونیم پیدا کنیم که این موضوع رو تایید میکنه. قطعه از سعدی رو براتون میخونم در حال و هوای همین ژانری که خدمتتون عرض کردم. میرفت و هزار دیده با او، همچون شکری لبی و پوزی. باز آمد و عارضش دمیده، مانند شبی به روی روزی. چندان که نشاط کرد و بازی، در من اثری ندید و سوزی. گفتا که شکر بیار و بادام، گفتم نخرم سرت به زی. تو پار برفته ای چو آهو، امسال بیامدی چو یوزی. سعدی خط سبز دوست دارد، نی هر الف جوال دوزی. در این قطعه اونجوری که از شواهد و ظواهر پیداست، سعدی با یک نوبالغی امردی در ارتباط بوده و ممکنه این ماجرا واقعیت تاریخی نداشته باشه. من قصه شعر رو دارم براتون تعریف میکنم و این امرد میره در یک سفری و به صورت شخص بالغ برمیگرده و این گفتگو اون موقع داره اتفاق میفته. وقتی که داشت میرفت، وقتی برمیگرده داره تعریف میکنه. سعدی میگه میرفت و هزار دیده با او، همچون شکری لبی و پوزی. موقع که داشت میرفت هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، صورتش هنوز ریش در نیاورده بود و به صورت نابالغ یا حتی المقدور یا حتی الامکان میتونیم بگیم که به صورت نوخط بود. تا وقتی برگشت، یه مدتی در سفر بود، برگشت، خب زمان گذشته بود، بالغ شده بود. باز آمد و عارضش دمیده، مانند شبی به روی روزی. ریش ها به صورت انبوه مانند یک شب که روی چهرش رو که به روز تشبیه کرده پوشونده بود، مانند شبی به روی روزی. اومد در کنار سعدی و دید نه، سعدی بهش توجهی نداره. چندان که نشاط کرد و بازی، در من اثری ندید و سوزی. از سعدی درخواست کرد برام شیرینی بخر. گفتا که شکر بیار و بادام، گفتم نخرم سرت به. تو پار برفته ای چو آهو، میگه پارسال مثل آهو رفتی، ریش نداشتی. امسال بیامدی چو یوزی، صورتت پشمالو شده، پر ریش شده. سعدی خط سبز دوست دارد، نی هر الف جوال دوزی. خط سبز همون کرکیه که هنوز وقتی که پسر بالغ نشده در بناگوش یا پشت لب سبز میشه و اون به عنوان سبز خط یا خط بنفشه، همه اینها در ادبیات اسم برده شده. میگه سعدی اون حالت قبل رفتنت که اونطوری بودی دوست داشت
نه هر الف جوالدوزی. وقتی که در قدیم روی چهارپا جوال یا جوال مینداختن، دور اینها یک رشته هایی بوده ریش ریش که اینو بهش میگفتن الف جوالدوز. مثلا 1000 تا رشته داشته، یه همچین چیزی به عنوان الف جوالدوز میگفتن. میگفتش که سعدی میگه که من اون حالت قبلی که داشتی میرفتی رو دوست داشتم. سعدی خط سبز دوست دارد، اون کرک به صورت نرم که هنوز تبدیل به ریش نشده، نه این صورت پر ریشت مثل اون رشته های روی جوال. سعدی خط سبز دوست دارد، نه هر الف جوالدوزی. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و تشکر میکنم اگر برای ما عیب و ایرادامون رو بگید و اگر فکر میکنید به گونه دیگر خوندن اشعار، تدوین برنامه، هر آنچه که به نظرتون میرسه لطفاً در کامنت ها برای ما بنویسید و باز هم ازتون تقاضا میکنم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نفرمایید.